سلام رفقا، خوبین؟ بچه یه سوال، تا حالا تو رابطه بودین که بیشتر از این که خوشحال باشین توش اذیت چین؟ یه جوری که انگار کلا داری رو نوک سوزن را میری، مبادا طرف ناراحت شه، مبادا دعوا پیش بیاد، مبادا از من دلخوری داره. اگه این حس رو داشتی میتونم بهت اطمینان بدم که تو توی رابطه سمی قرار داری. امروز قراره با هم راجع به روابط سمی و اینکه چه ویژگی هایی دارن و چه تأثیرات روی زندگی ما میذارن و اینکه چطوری از دستشون خلاص شیم حرف بزنیم. خب اول از همه باید بفهمیم که رابطه سمی کلا چه شکلیه، چه رنگ و بویی داره. یه رابطه سالم هر روز قراره تو رو به پیشرفت سوق بده، همیشه تو خوشحال باشی، نه اینکه پر از استرس باشی و همیشه ناراحت شی. خب از نشانهاش میتونم به کنترلگری اشاره کنم. اگه طرف مثلا صبح تا شب نشسته کجایی چرا جواب ندی، با کی بیرونی، چرا مثلا آنلاین نیستی، چرا آنلاینی، به میگن کنترلگری. و این اصلا اسمش عشق نیست، این کنترلگریه و تمام، اسمش غیرت هم نیست. تحقیر و بی‌احترامی. طرف عوض این که به تو بال و پر بده، تو رو همیشه رو چش خودش بذاره، تو رو کم کم خورد میکنه و این یه تأثیر بلند مدتی رود داره که تو همیشه خودتو کوچیک میبینی و این کم کم تو رو نابود میکنه. بی‌اعتمادی شدید، یعنی تو هر کاری میکنی طرف شک میکنه. کافیه یه SMS از ایرانسل بیاد، کی بود؟ نه اسمشو گذاشتی ایرانسل، اصلا سایکو ان دیگه این افراد، خیلی وضعشون خرابه. خستگی احساسی، این چطوری میشه؟ یعنی تو صبح تا شب داری انرژی میدی ولی اصلا چیزی دریافت نمیکنی، قربونش میری هیچی، صبح تا شب پیگیرشی، چه خبر، چی شد، خوب شد، ایشالله که خوب میشه. طرف اوکی تمام شد. یعنی یک طرفه داری احساس میدی، طرف هیچی بر نمیگردونه بهت. وابستگی ناسالم، این چطوریه؟ یعنی تو فکر میکنی که بدون اون طرف نمیتونی زندگی کنی و این نابودت میکنه. این وابستگی اصلا بدترین نوع وابستگیه. خب تا اینجای کار چند تا از این ویژگی ها رو تو رابطه الانت داری؟ راستشو بگو. خب حالا بیایم ببینیم این روابط مسموم چه بلایی سر ما میاره و چه تأثیری رو ما داره. استرس و اضطراب همیشگی، یعنی تو راه میری و همیشه منتظری یه بمب منفجر شه. اعتماد به نفست نابود میشه. وقتی طرف صبح تا شب میشینه میگه تو بلد نیستی، تو نمیدونی، تو اصلا چه خبر داری، تو کم کم خورد میشی و چیزی ازت نمیمونه تاش. افسردگی و بی‌انگیزگی، یعنی دیگه چیزی تو رو خوشحال نمیکنه، حتی اون چیزایی که به خاطرشون زندگی میکردی. یعنی حالا تا شب کار کنم، شب فلان کارو کنم، میشه میگم، حتی اونم دیگه خوشحالت نمیکنه. ذهن خسته، در کل این ذهن خسته به نظر من بدترینشه، چون تو حتی شبام یه خواب راحت نداری. 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت فکر میکنی، پر از استرس، پر از اضطراب، فردا چی میشه، امروز چی شد، این چه وضعشه، من چی میگم. یعنی تو هیچ وقت اون آرامش رو نداری و نخواهی داشت. خب حالا بریم سر اصل مطلب. اگه یه همچین رابطه‌ای داریم چطوری باید ازش خارج شیم؟ نمیتونیم که تا تش باش بمونیم، نابود میشیم، خورد میشیم، تش هیچی ازمون نمیمونه. اولین کاری که باید بکنی اینه که قبول کنی این رابطه یک رابطه سمیه و قرار نابود شه، چه تو بخوای چه تو نخوای. بعضیا میگن نه اون فقط یکم عصبانیه، نه حالا دهنش یکم کثیفه، نه دلش پاکه. نه بابا چه پاکی، این رابطه کلا سمیه، طرف شاید مثلا بستریشه تو بیمارستان. باور کنین چنین افراد رو ما داریم، باور کنین. آقا جان مرز بذار. یعنی چی؟ یعنی نگفتن رو یاد بگیر. این نگفتن همه جای زندگی به درد میخوره، تو رابطه هم به درد میخوره. بگو نه من این کارو نمیخوام بکنم، زور نیست که من هم آدمم دیگه، نمیخوام، این حق من نیست، حق من بیشتره، حق من فلانه بیساره. من چی میگم؟ بگو. یعنی اون مرزه رو بذار و خودت رو مشخص کن واسه طرف که نتونه بیشتر از اون دست درازی کنه تو زندگیت، نتونه بیشتر از اون اعصابت رو خورد کنه. میشه میگم حمایت بگیر. یعنی چی؟ یعنی با دوستی، رفیقی، آشنایی و بهتر از همه با یه مشاور ارتباط بگیر و باش حرف بزن.
باور کنین باعث میشه که بفهمی تنها نیستی و خیلی راحت‌تر میتونی با مشکلت کنار بیای و اون رو کنار بذاری. روی خودت کار کن. یعنی چی؟ یعنی یه مهارت جدید یاد بگیر. سعی کن کتاب بخونی. کارهایی که خیلی دوستشون داشتی قدیم میکردی و الان نمیکنی رو دوباره انجام بده. این کارا باعث میشن که اعتماد به نفست بره بالا و اعتماد به نفست که میره بالا ناخودآگاه میتونی راحت‌تر جدا شی. اگر هم هیچ راهی جواب نداد من میگم آقا تمام کن بره. جدا شو. اصلا ببین 10 سال هم با هم بشی جدا شو. وقتی آینده ای نداره باید جدا شد. خب میدونم سخته فلان، آره عادت کردیم، وسط وابستگی هست، خانواده ها با هم در ارتباطن هستن، شاید خیلی چیزا ممکنه این وسط باشه، ولی وقتی که آینده ای نیست و تو داری خورد میشی هر روز چه ارزشی داره؟ یه جا تمام کن، یه خط بکش، تمام. اصلا گوشیت هم بنداز دور که مثلا یه مدت نباشی که بتونی باش کنار بیای. میشه میگم بچه واقعا هیچ کس حقش نیست که تو یک رابطه سمی باشه، چون این روابط باعث میشن که تو زندگی شخصی خودت، زندگی کاری خودت، تو همه چی پسرفت کنی، خورد شی و هیچ وقت اون اعتماد به نفس کافی رو نداشته باشی. و به نظر من این حق هیچ کس نیست. هممون حق این رو داریم که یک رابطه سالم رو داشته باشیم. اگرم تجربه رابطه سمی داشتی حتما واسه هم کامنت کن، چون من میخونم و خیلی حال میکنم با این کارا. اگر ویدیومون رو دوست داشتی لایک و سابسکرایب یادت نره، چون قراره با هم راجع به کلی چیز حرف بزنیم و هر روز مطالب جدید یاد بگیریم. مراقب خودت باش و این رو بدون که هیچ رابطه ارزش اینو نداره که شما عزت خودتو از دست بدی، شما آرامش خودتو از دست بدی، شما آینده خودت رو قربانی یک رابطه کنی. باور کن ارزششو نداره. خداحافظ شما.